شعر طنزی دارم در وصف بعضی از مسئولین. یه شب تو خواب رفتم رو به بالا، رسیدم درگه باری تعالی. جلوش وایسادم و جبریل جفتم، سپس رو به خدا با بغض گفتم خداوندا در این دیوان خانه، در این خرطوخر خاورمیانه، اگر خلقی پی راه نجاتن، مقصر مؤمنین و مؤمناتن. جهانت را جهنم کردند و تمام بندگانت بردند و میون قحطی و فقر و خرابی اینا رفتن سراغ بدحجابی. اینا با کل دنیا جنگ کردن، گشاده دست ما رو تنگ کردن. تو این دنیا که ملت گشنه بودن، به اون دنیا دلا رو خوش نمودن. از این بیشتر بگم سانسور میشه، برای جفتمون ناجور میشه. 100%. خدا سین کرد و بی پاسخ رها کرد، اسی شیپورچی را هم صدا کرد. خدا حتی نذاشت که وقت تلف شه، به اونا گفت که هر کی هست به صف شه. سپس پرسید که بی عذر و بهونه بگید اونجا چی کار کردید؟ چتونه؟ شما هر چی دلاتون خواست داشتید دیگه، چی کار به حق و ناس داشتید؟ شما با ملت دلخوش چه کردید؟ چی جوری کلشون رو گشنه کردید؟ مگه تو حرفای من چی شنیدین؟ نگفتم من که لا اکراه فی الدین؟ شما تو دین من اکراه کردین، به زور این امت رو گمراه کردین. جهنم بس نبود واسه سزاتون، پرومکسش رو میسازن براتون. یکی از دوستان پرمحاسن یهو خودجوش پرید و رفت رو سن. یکم پشت بلنگو مرگبر گفت، 4 تا سرفه کرد و بعدتر گفت یکم کوتاه بیا دیگه خدایی، واسه چی میکنی مشکی نمایی؟ مراعات ما رو کن با یه من ریش، ببین از هان ملت گشت تشویش. اونا که پشت ما زرزر نمودن، همه اخن، بدن، جیزن، حسودن. توی دنیا کسی در حد ما نیست. شما اخبار رو ول کن، به خدا نیست. ببخشید دیگه، اما طبق عادت شما باید بری پیش حراست. گلوش رو صاف کرد و بعد فرمود که این صفحه از این پس هست مسدود. اونایی که به جای حق نشستن، خدا رو بردن و پیجش رو بستن. دم شما.